سوالی که دارم اینه که توی دوره انتخابات و همین الان هم این بعضی بزرگواران نظرشون بر اینه که اگر شما به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب می‌شدید، دلار میشه 150,000 تومان و جنگ میشد و وضعیت معیشتی کلا از بین میرفت. خواستم نظرتون رو در مورد این صحبتایی که حالا بعد از انتخابات هم کماکان ادامه داره، چه تو فضای علمی چه تو فضای سیاسی رو به ما توضیح بدید. این همون البته که الان میفرمایید که برخی دوستان در ایام انتخابات نگاهشون این بود که اگه ما بشیم 150 تومان، نه اون زمان چون دلار 50 تومان بود میگفتن 70 تومان، بعد چون خودشون که شده 100 تومان گفتن نه این میشد 150 تومان. اینطوری گفتن. بعد اخیراً هم دیدم یکیشون این بود که میگه اگه 200 تومان هم بشه ولی اگه فلانی میومد میشد 400 تومان. ادعا خیلی راحته دیگه، میشه ادعا کرد یه جمله همینجور بگید دیگه. مثلا بعد از یه مدت مثلا میگه خب نه حالا بیشترش. خاطرتون هست مثلا ما در سالهای منتهی به 92 که امریکا اومده بود در جاهای مختلف زمینگیر شده بود، در افغانستان، در عراق، در جاهای مختلف، یکی از بحث‌هایی که مرتب به اصطلاح همون زمان امریکایی‌ها پیام میدادن، بیان میکردن این بود که میخواستن یک طوری از این گردابی که توش گیر کردن اصلا خارج بشون. شما دیدید طرف خود همین فردی که الان رئیس جمهور شده و زمان گفت ما مثلا چند هزار میلیارد دلار هزینه کردیم در فلان جا هیچی هم گیرمون نیامد. بعد اون زمان عده‌ای میگفتن نه اگه ما نمیومدیم جنگ میشد. حالا اونا تو همون جنگا گیر کرده بودن، برای فرار از همون جنگا محتاج به جمهوری اسلامی بودن. بعد اینا میگفتن نه اگه ما نمیومدیم حتی جنگ میشد. این برخی چیزای سلبی رو مطرح کردن خیلی راحته دیگه، بگه اگه من نبودم این بود، اگه فلانی بود این میشد. اتفاقا محیط دانشگاهی مال همینه، این مباحث دقیق بررسی بشه.